سلام به نهادهای بین المللی در سراسر جهان. من از میان هزاران زنی که فعلا در حالت بد روحی، اقتصادی و فرهنگی قرار دارد صدا بلند کردم. میخوایم صدایم را به جهانیان برسانم که 2 سال است تصرف حکومت توسط گروه جهل و طالبان شده و ما ناگزیر به ترک وطن به کشور ایران شدیم که جدیدترین مشکل ما در ایران نشنیدن حرفای ما توسط سازمان ملل است که هر بار ما به دفتر سازمان ملل می رویم و به ما یک شماره تماس میده که وقت تماس هم میگیریم درست به ما برخورد نمیکنه، حرفای ما شنیده نمیشه و ما از جهانیان میخواهیم که صدای ما را بشنود. ما فعالان مدنی، فعالان حقوق بشر و فعالان حقوق زن بودیم که فعلا در کشور ایران بی سرنوشت هستیم و ما از آنها میخواهیم که به ما توجه بکنند.